من حاجی بابا تویچیزاده رئیس شورای سابقه داران جنگ و مهنتی دهه خواجه علا هستم. من همین سال به سن مبارک 84 قدم گذاشتیم. ما این ریش و موی سر را در آسیا سفید نکرده ایم. در مهنت، در آموزش تاریخی دهه عمر صرف کردیم. کسی که تاریخ دهکده شناس شدن میخواهد همین اثر رو مقاله حضرت همین کریم عبدالوفا خواند. انا همین کاخ فرهنگ یکی دیده شدید جای همین به پیش سالهای 50 60 یک کلوبی همین دیوارهایش لاین و بالاش خاک پوش کرده شدگی موجود بود که از سالهای همین 60 که اینا نمایش داده میشد. همینجا همسایه ها و قرغز ها آیلشان کتی بچکتشان کتی می آمدن که اینا تماشا میکردن. دوستانه کنسرت میشد، همراه وای های هم حواسکاراشون همینجا برآمد میکردن. پسه گفتی که سروده میخوانده نه خرقه ها ما هم همینجا همراه رقص کرده. توی سوره ما هم یک جایه بود. قبرستانی اونها علاقه قبرستان نداشتن تا سالهای همین 70 تا سال آخر سالهای 70 همین جسدشان هم همین قبرستانی ما به دفن شده. یعنی مسجدی ماندن، نمازشان هم اینجا میگذاشتن. مناسبتا نقض بود. خیلی توی سوری ویها ما میرفتیم خبر میکردن. مرگ و مرده جنازه و وی میشدگر خبر میکردن. ما هم میرفتیم ویها میآمدن. هم تو دوستانه زندگی میکردیم. لیکن وقتهای اخیر به من سربند به شما رفتگی این سالهای اخیر سالهای 60 و 70 به من پهلوی یاندمه انا همین کوهکتی یک جوی نظیری میگذاشت. جوی نظیری میگفتن. همین جوی کتی انا کوهستان به صاحب نام من بابای ملا مغزوم من زمینی 180 تناب زمینشان بود با یک 7 نفر دیگر از همین دیه همینجا به زمینشان هست. اما قبرستانی که همونجا کوهستان با هست و از حسابی زمینی باباگی ما بود. از همین جوی آب میخورد. زپرفکی میگویم قرغزهای و اینجا گردشین یک 40-50 متر هم قرغزهای دعوا کردن که راه ما. آخه این راه به من خودم از خوردی میدونم که این راه به مهنت کردگی تاجیکا رحمتی بابای داملا مختار بودن. دارادیل میگفتن. همین دارادیل به اما کلانی برادرم حاضر در قید حیات 87 در آمدن. بعد اینجا به استا حسن بای گفته که کس هستن. همین کس من چارکشلا خنده حبیب الله بودن پسر استا لغمان این کس وفات کردن. همین راه مهنت کردی خر عرابه کتی شغل کشانده همین راه آبادش به زحمت کشیدگی. حاضر 2 نفر زنده موندن خلاص. اونهایی که اینجا به زحمت نکشیدن دعوا میکنن این راه ما. راه تو یک بیل شغل نپرتافتی یک جای راه تو میشه نه. از راه اون طرفش زمینی تو باشد. راه خلایق همه راه حاضر منفرد شد اسفلت شد. های یک ماشینی ما گذارد اگر 2 ماشینی هم قرغزهای هم میگذارد. چه نازم؟ و راه آباد شد توی هم راه میره یا تاجیک هم راه میره چی فرق دارد؟ همون ماشینی توی هم همون وای به دکه میخورد. همون جای نو آباد بند. نه میگذارن که ما آباد کنیم نه خودشان میگذارن که آباد کنن. ما حتی مکتوب کردیم جماعتشان با که نباشد دوستانه همین راه همین چخوره های آباد کنیم. یگان جوابی مثبت از آنها شنیده نشد. برعکس این راه ما خواهیم آباد میکنیم نخواهیم. بین مردم عادی هم بین همدیگر سیاسی بدبینی پیدا شده به همین مناسبت. زیرا همین
مناقشه روزهایی که گفتید یک نفر جوانی بسیار دلیر شجاع پیش قدم رئیس جوانان دیه بود حسین بای حکیموف از تیر ناخلفی همین همسایه ها به شهادت رسید. از سال 2089 تا این دم 8 نفر از جماعت چارکو از تیر قرقیز ها جان به جان آفرین سپردن. از ورخ من نمیدونم 35 نفر جراحت های وزنی برداشتن از سال 89 تا این دم. لیکن علم آورش آن است که یگان نفر همین جنایتکاری که با یراق استفاده برده همین جنایتکارهای دستگیر کرده نزد خلق به آورده محاکمه کرده جزاش داده نشد. اول جنایت همین همسایه قرقیزها سر میکنن یگان چاره نمیشود و یا راهبریتشون هم یگان خیلی چاره نمیدن. کسی که یک تو سوژگی کشته باشد برعکس مکافات میتیم حواسمند میکنن حربی باشد اونا نشه میبردارن. همه اونها یراق داشت. ما یراق هم نداریم خلق ما یراق نداریم. نسل کهنی قرقیزها بسیار مناسبت ها نقض بود. من اینجا یک سفری دراز بگفتیم دستی بابای من از خواندگی بود است. ما رفته زمین شالی رو کارو کردیم نماند. گفت که اینجا خیلی کاشتتان میلشو آبشو من نگاه میکنم ترما بوده دوریده گرفته برایتان گفتن. من باباتان ما بسیار خدمت کردگی. من از باباتان سبق گرفتگی تعلیم گرفتگی گفت من باید حرمتی و یا بجا بیارم گفت. ما را بیام ما نقض بود مناسبت منین حالا که لیلک میگیم که لالک طرفی لالک بیم حالا که دوستای نزدیکی چی داریم موزه بیراشون هست و یکی هم رودی ما هست. از قرقیزها دوستی نزدیک داشتید میگفتید دوستی نزدیک ما قرقیز نژاد توپچیف بابا گفتگی بودن. مکتبی 21-45 ورق با معلم شده کار میکنن سالایی همین من از حربی قسمای حربی و رکتنی وایسکنده من رکتنی خدمت کردم 3 سال آمدم و مکتب و معارف به وابسته شدیم. من مکتب های ورق و انسپکتور غیرشتتی شعبه معارف بودم. اما توپچیف بابا کتی دوستی پیدا کردیم. من توپچیف بابا اون کس توپچیف بابا قرقیز اون کس لیکن مکتب های تاجیکی به دست میدادن. دوستی ما نقض بود. اون کس هم صاحب قلم بودن و روزنامه اون وقت وای بود کمونیستی اسفره میگفتن. کمونیستی اسفره و اکثر مقاله می نوشتن خبر می نوشتن من هم می نوشتم. بعدا قلم پلی ما عوض می شد. قلم پلی من توپچیف بابا می رفت این توپچیف بابا توپچیف بابا من می اومد. همه خیلی همین مناسبت که هر دو ما مناسبت ما هم نقض بود. مقامات های حاضری قرقیزها مناسبت ویران فرستادن من قسمای حربی آنها که یراق به دست شدگی از بالا از زفتش فرمان میگیرند یا تاجیک پران تنتی این زمین گیر رای گیر آب گیر گفته میرستن و چراگاه های ما هم از دست رفت. من اینجا لغیر پایه میگفتن این دو پایه حالگی لالمیکور سیهای ما بود قرقیزها بود. من اینجا ایرودروما ما بود اینم قرقیزها گرفتن. کمپر دیوالک میگفتیم شاخه بیرق اسم پاشخانه تا مالشویک میگفتیم. این زیاده خیلی 1000 گکتار زمینی تشکیل میکنه. همش دست قرقیز ما بود. به خاطر همین جنجال نشود خونریزی نشود راه موند. همین راه بیام دعوا کرده شدن. کسی که دعوا کند البته یک چیز رو صاحب میشد است. اینها دعوا کرده صاحب شدن گرفتن مزه خوراک شدن. از آشتی شادی آید بچن خردمند هرگز نکوشد بچن گفتیم. آدم خردمند با عقل با فراست انسانی حقیقی مسلمان حقیقی این خیلی جنگ و جدال به اصلا قدم نگذاشته نشد. دوستی کنید آشتی کنید فقط شادی خرسندی بچنگ میبگرد. از نامرسایی از همدیگر نافهمی فقط جنگ و جدال و خونریزی اینی که میخواهد.
ما میخواهیم که دوستی باشد، صلح باشد، امانی باشد. ما طرفدار دوستی، همکاری، سودای او مناسبت نقش شود گندمی کرغزن باید بشد، تاجیکن باید بشود. دوستی را جستجو داریم ما، از امانی گفتگو داریم ما. میگوید اینکه همیشه نیخواهی مردمان باش و نیکی کوش وانگه در امان باش.